در جایی به نام خاورمیانه شما اگه اسم چهارشنبه باشه استادینگ نورمور اسکول، من در مدرسه نورمور تحصیل میکنم. ولکن دینا. حیف اون روز این همراه من نبود، حیف این روز این همراه این قشنگ من با هم نبود. ما مردا چقدر مظلومیم. سریال چهارشنبه میدونین که تو کشورهای خارجی 7 روز هفتهشون چجوری شروع میشه؟ ساتردی، ساندی، ماندی، تیوزدی، ونزدی و ونزدی یعنی چهارشنبه. سریال چهارشنبه یک سریال فمینیستیه. این حرف من نیست، حرف بازیگر شخصیت اصلی جنتا اورتگاه. من چرا انقدر فمینیستا بدم میاد و چرا اصولا دشمنشونم؟ بذارین یک خاطره براتون تعریف کنم. ما یه بار سر کلاس دانشگاه بودیم، یه استادی داشتیم، یه خانومه‌ای بود به شدت فمینیستی بود، یعنی به شدت. هر جلسه کلاس خلاقیت در هنر رو باش داشتیم، به جای اینکه بیاد و در مورد اون درس به ما تدریس کنه میومد بد مردا رو میگفت. و اون زمان فکر میکنم آره دیگه یک گروهی 40 نفره بود که مثلا شاید بگم از این 40 نفر 35 تاش زن بودن، ما بقیه پسر بودیم. آقا اینا هر جلسه شروع میکرد آی مردا پرغرورن، آی مردا به درد نمیخورن، آی اگر ما نبودیم اینا نبودن. جنگ جنسیتی را انداخته بود. یه روز من فقط یه جمله بهش گفتم و اون سوخت. برداشتم دستم و بردم بالا گفتم استاد شما که انقدر بد مردا رو داری میگی، همین ساختمونی که ما الان توش قرار داریم، همین کفشی که پاته، همین ماژیکی که تو دستته، همین وایت بوردی که داری روش مینویسی، همین میزی که روش نشستی، همه اینا توسط یه مرد ساخته شده. آقا ای سرخ شد، ای قرمز شد، ماژیکو گذاشت روی میز، گفت ببینید این همون چیزیه که من به شماها گفتم، مردا چقدر غرور دارن. آقا رفتی به غرور نداره، تو هر جلسه نشستی داریم یه بعد ما رو میگیم. ما به احترام یه جلسه ساکت میشیم، 2 جلسه ساکت میشیم، جلسه سوم دیگه شورشو در آوردی. کار ندارم. دعوا شد و من از کلاس بلند شدم رفتم بیرون و اون درسم حذف شدم اتفاقا و ترم تابستونی برداشتم غیر حضوری خوندم و پاسش کردم. پیام دارم برای استاد دانشگاه عزیزم که منو حذف کرد. البته منو حذف نکرد، من خودم به نشانه اعتراض دیگه کلاساتو شرکت نکردم. حیف اون روز این همراه من نبود، حیف این روز این همراه این قشنگ من با هم نبود. جدا از شوخی، فمینیسم یک جریانیه که به دنبال برابری نیست، به دنبال برتریه. حرفاشون کاملا مشخصه، شما خودتون برین سرچ کنید ببینید بدون هیچ گونه تعصبی. کما اینکه ما مردا چقدر مظلومیم. وقتی یه پسر به دنیا میاد برمیدارن میگن حال مادرش چطوره و وقتی هم که مرد میگن بیچاره خانوادهش. این وسط هیچ یه پسر بود اومد رفت تموم شد، هیچ کی کار نداره. آقا خودش چی شد؟ ما مردا تا آخر عمرمون یک بار یک شاخه گل میگیریم، یک بار یک نفر نمیاد به ما یک شاخه گل بده، یک بار یکی نمیاد حال ما رو بپرسه منو گوشیم کجاست نشونتون بدم. نگاه کنید این تلفن منه، هیچ کی به من نه تماس داده نه زنگ زده. البته شایان رجبیو میبینیم که به من یه پیام ارسال کرده، اونم به خاطر اینکه تازه داریم با هم آشنا میشیم، ولی نه دریغ از یک پیام، دریغ از یک زنگ، دریغ از اینکه یکی بیاد به من بگه آقا تو حالت چطوره، نیستی، کم پیدایی. هیچ. الانم همینه، 10 سال دیگه هم همینه، به خاطر اینکه ما مردیم، به خاطر اینکه اصلا برای کسی مهم نیست. ولی کافیه که یک خاری رود پای یک دختر. اون وقت همین فمینیستا، همین استاد بنده میاد میگه شما مردا فلانی، شما مردا بیستانین. بابا کوتاه بیاین، از ما مظلوم‌تر نیست. اون دفعه یک دختره یه حرف جالبی زده بود، اومده بود گفته بود الان که میگم سر کار میفهمم که پدرم چه فداکاری بزرگی میکرد که روزانه 12 ساعت کار میکرد و هر چی در می آورد میداد ما میخوردیم. چه فداکاری از این بزرگتر که شما میای زندگی خودتو میذاری برای وقف خانوادت، بچت، که بعدش بچه‌تو با بدبختی پول شهریه دانشگاهشو میدی میفرستی دانشگاه، که بعد استاد اون درس میاد میگه مردا به درد نمیخورن. اون وقت میگن من چرا باید از این استفاده کنم؟ من اصولا آدم افگیرکشی نیستم، ولی بعضی وقتا وقتی که مذاکرات جواب نمیده شما مجبورین که به زور
رو بیاورید. این شایان هم حالمون پرسید فقط برام پست فرستاده. خلاصه که دوستان من خودم آدمی نیستم که بیام بگم که مردا برترن یا زنها، بلکه همه برابرن مگر به تقوا. حالا جدا از شوخی، هر جنسیتی وظایف و مسئولیت‌های خودشو داره که اون جنس دیگه نمیتونه انجامش بده و اصلا جنس مخالف کلمه اشتباهی از نظر من. ما باید بگیم جنس مکمل. یعنی من ناقصم. وقتی که ازدواج کنم و یک بانویی در کنار من قرار بگیره اون وقت عقل من کامل میشه و به خاطر تجربیاتی که حالا به من اضافه میشه و آقا کانال سینماه داریم قراره در مورد سینما صحبت کنیم. بس رفت زندگی زناشویی و فمینیستی و بیایم بیرون در مورد سریال صحبت کنیم. یه چیز جالبی که برای من در مورد این سریال وجود داره چیه؟ اونم جو جغرافیاییه. ببینید خب اینا اسم کاراکترش چهارشنبه است. اسم من ونزدیه. I'm studying the Nevermore School. من در مدرسه نورمور تحصیل میکنم. خانواده آدامز. بعد از اون ور یه قاره اونورتر در جایی به نام خاورمیانه شما اگه اسم چهارشنبه باشه دیگه این خبرها نیست. دیگه شما به جای اینکه با تینگ و دوست و رفیق و نورمور به دنیا بیایی با کلاش و آرپیجی و گروه شبه نظامی طالبان مجبوری دست پنجه نرم بکنی. این اهمیت جبر جغرافیایی که این ونزه ما شانس آورده. کاش خاورمیانه به دنیا می اومد. بعد اسمش هم بود چهارشنبه. اون وقت می‌بینم اینقدر باز میتونه کلاس بیزاره یا نه. جنتا اورتگا بازی درخشانی رو برای ما داره به نمایش میذاره. نویسنده داستان هم اومده کاراکتر ونزدی رو یه مقدار انعطاف پذیرتر نسبت به فصل قبل کرده و شما شاهد اینیم که میره مهمونی و با دوستاش میگه هنوز نمیخنده، هنوز قیافش عبوسه. اگه خدایی نکرده لبخند بزنه زمین با آسمون میاد و نتفلیکس برشکسته میشه. البته جزئی از شخصیتشه. قهرمان اصلی داستان این فصل کاراکتر تینگ بدون استثناء. این دسته انقدر محبوبه که به نظر من باید یه اسپیناف ازش بسازن که مثلا این خانوادهش خواهر برادراش شد که به این حال روز اتفاق افتاد. انقدر که این کاراکتر محبوب و دوست داشتنیه. کاراکتر محبوب تینگه. ولکن دینامو. دوستان این که من در مورد موضوعات گسترده زیاد بحث میکنم به خاطر اینکه سطح مطالعات من خیلی زیاده. شما این کتابخونه پشت منو ببینید، لیست انواع زیادی از کتاب‌ها رو شما اینجا مشاهده میکنید، من جمله روانشناسی، موفقیت، سینما. بنده دانشجوی سینما و به همین دلیل میتونم درباره خیلی چیزا با استدلال به منابع براتون صحبت کنم و سعی منم همینه که در کنار گفتگو در مورد فیلم و سریال درس هایی از زندگی و تجربیات و اشتباهاتی که کردم و با شما در میون بذارم. فراموش نکنید که اگر من شما را نصیحت میکنم به معنای هوش برتر من نیست، بلکه من اشتباهات بیشتری نسبت به شماها تو زندگی مرتکب شدم و اینا رو به شما میگم که شما اشتباهات منو انجام ندید. دوستان نظرتون درباره گان من چیه؟ من اینو خیلی دوستش دارم و خوب که نگاه بکنید من اینو خیلی دوستش دارم. من اینو هر شب این داداشیمه کنار من میخوابه. خیلی ممنونم تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردی. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب یادت نره اون زنگوله رو بزن که با گذاشتن ویدیوی جدید بیای ببینی و بخندی و یاد بگیری و لذت ببری. تا دیداری دیگر بودروز شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بوز به کلاتون.